یک منبع نزدیک به قمر عزیزوف که به دست داشتن در بودن معاون اول رئیس اوریون بانک شورت اسمت‌اللهیف عیبدار می شود به پایگاه خبری بامداد خبر داد که قمرالدین هنگام رو کردن او با دلشاد کراسافچیک متهم اساسی در این پرونده پرسر و صدا دست داشتنش در این جنایت را رد کرده گفته است دلشاد کراسافچیک به او تهمت زده ایستاده است. به گفته این منبع قمر عزیزوف هنگام روبروکنی از دلشاد کراسافچیک طلب کرده است که مرد باشی بر روی من نگاه کرده گپ زن، ولی دلشاد کراسافچیک به گفته این منبع سرش را خم کرده بیانات قبلیش را تکرار کرده است که گویا ربودن اسمت‌اللهیف را به آنها قمر عزیزوف فرموده بود و برای این $50,000 پیش پرداخت کرده است. منبع بامداد میگوید قمر عزیزوف هنگام روبروکنی خطاب به دلشاد کراسافچیک گفته است که وقتی شنیدم که تو را قپیدن به دوشنبه آوردند من حتی خرسند شدم که اکنون حقیقت را میگویی و نام من سفید می شود، ولی افسوس که مرا تهمت کرده ایستاده. این منبع نزدیک به قمر عزیزوف معتقد است که مقصدی از کشاندن پای او به این پرونده تصرف مال و ملک فراوانش است و گویا دلشاد کراسافچیک در عوض وعده از محبس رها کردن مادرش ساجده سیدمرادوف و با چنین معامله راضی شده قمر عزیزوف را تهمت کرده ایستاده است. این منبع میگوید دلشاد کراسافچیک در اول دست داشتن قمر عزیزوف را در بودن اسمت‌اللهیف رد میکرد، ولی اعتراف کرده بود که یکدیگر را میشناختند و درباره پولداری شیرعلی کبیر شورت اسمت‌اللهیف یک دفعه صحبت کرده بودند. این منبع میگوید حتی دلشاد در بیانات اولش گفته است که ما 5 نفر این کار را پلان کشیدیم. قمر از این نیت ما حتی آگاه هم نداشت. او تنها در واخوری در جواب گپ من گفت که راست است شیرعلی کبیر $35 میلیون دارد. قمر گفت بعد چه؟ پولدارها در تاجیکستان بسیارند. شورت جوره ما 200 چند میلیون در بیت کوین پول دارد. گفته او را تعریف کرد. دیگر وی از یگان کار و نیت ما خبر نداشت. تصدیق درستی این ادعا توسط منابع دیگر امکان ندارد. مقامات تا کنون با گذشت قریب نیم ساله تا بازداشت قمر عزیزوف و چه مقام داشتن او در پرونده ربودن و قتل اسمت‌اللهیف را رسما یگان شرح ندادند. بنا به فرضیه تفتیشات آدمربایان در عموم 16 نفر بوده در ربودن و عذاب و شکنجه دادن و قتل شورت اسمت‌اللهیف 5 نفر آنها دلشاد سیدمرادوف، اکبر احمدوف، رستم اشوروف، شاروخ خوجایف و بختاور سفروف اشتراک فعال داشتند. همین 5 نفر شام 23 ایون سال 2023 اسمت‌اللهیف را از نزد خانه‌اش در محله 8 مارس به ماشین بار کرده به یک منزلی از قبل اجاره گرفته شده به دهه شاداب جماعت چهارباغ نویه ورزو بردند. اسمت‌اللهیف ساعت 3 صبح 24 ایون بعد 7 ساعت شکنجهش دیگر بین همه عذاب و عقوبت تاب نآورده جان داده است. آدمربایان جسد او را همراه ماشین به دریای زرافشان پرتافته فرار کردند. جسد اسمت‌اللهیف را بعد 50 روز جستجو روز 12 آگوست از موضع سرزم پنجکین پیدا کرده روز 30 آگوست به خاک سپاریدند.